سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان را باز کشوری فقیر اعلام کردند. در روسیه نظارت مهاجرت را سخت کردند و خدمات مهاجرت راه قانونی به بریتانیا رفتن را گفت. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. دوام چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. امروز چهارشنبه 15 می. گلوبال فایننس تاجیکستان را بار دیگر یکی از کشورهای فقیر عالم اعلام کرد. تاجیکستان در رده‌بندی نوی این پایگاه که روز 7 می نشر شد، مقام 43 را دارد که در میان کشورهای شوروی پیشین و آسیای مرکزی از همه فقیرترین بوده است. این نتیجه گیری بر پایه معلومات صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است. در این شاخص مجموع محصولات داخلی از روی قابلیت خریداری به هر سر اهالی در یک سال حساب شده است که در تاجیکستان 5832 دلار را در بر می‌گرفته است. هرچند زبقی زاده وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان تابستان سال گذشته در سازمان ملل متحد گفته بود که سطح فقر و کمبزاعتی در تاجیکستان به طور چشمگیر کم شده از 31% سال 2015 تا 22.5% سال 2022 کاهش یافته است، اما گلوبال فایننس تاجیکستان را کشوری دارای ذخیره‌های غنی و اهالی فقیر نامیده آورده است که صرف نظر از ذخیره‌های فراوان کشاورزی، طبیعی و معدنی، اهالی جوان و مبلغ‌های هنگفت انتقالی مهاجران از خارج، این کشور با کمی بالاتر از 10 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است. تاجیکستان فعلا به این گزارش واکنش نکرده است. تحلیلگران مستقل عامل‌های زیادی از قبیل انحصاری بودن بخش‌های بزرگ اقتصاد، سیاست نادرست کادری، فراری مغزها و نامستقلی دادگاه‌ها، خصوصا دادگاه‌های اقتصادی را از دلایل جدی سطح فقر می‌دانند. خدمات مهاجرت تاجیکستان از ساکنان دعوت کرده است که برای جستجوی کار در خارج تنها به مقامات وکالتدار دولتی مراجعت کنند. در حال حاضر خدمات مهاجرت ثبت نام داوطلبان را برای جلب سازمان‌ها در روسیه و بریتانیای کبیر در اساس قرارداد با کارفرمایان این کشورها ادامه می‌دهد. خبر داده است آزیا پلوس از قبل مسئولان خدمات. چند روز قبل رادیو آزادی از بازداشت رئیس شرکت دور استقلال که با وعده به بریتانیا بردن از 10 کارجوی تاجیک پول گرفت گزارشی آماده کرده بود. ابراهیم احمدов با قلابی و تشکیل مهاجرت غیر قانونی متهم است. یک نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در پرونده او به کمیش 147 کس جبر دیده هستند. نظر بازداشت شده معلوم نیست. تا کنون درباره چند مورد قلابی گزارش شده است. کار موسمی در بریتانیا برای کارجویان تاجیک نو است و سفر را به این کشور اروپایی آنها فرصت جالب می‌دانند. پیشتر سفارت بریتانیا در تاجیکستان از افزایش موردهای قلابی برای دعوت به کار در این کشور خبر داده از ساکنان خواسته بود تنها با راه‌های قانونی بروند. وزارت کارهای داخلی روسیه اصلاحات در ساحه مهاجرت را آماده می‌کند. در این باره ولادیمیر کالاکولتسف اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی این کشور روز 14 می هنگام جلسه شورای فدراسیون خبر داده است. با نوشته خبرگزاری تاس کالاکولتسف گفت ما اصلاحات را برای تنظیم مهاجرت مهنتی و پرزور کردن نظارت از بالای مهاجران آماده کرده ایستاده‌ایم. کالاکولتسف تاکید کرده است که وزارت کارهای داخلی تنها بود و باش مهاجران در روسیه را نظارت می‌کند و توضیح داده است که از سال 2021 در روسیه 30 قانون تنظیم بود و باش شهروندان خارجی در کشور قبول شده است که از 2 حصه آنها از جانب وزارت کارهای داخلی آماده شده است. با گفته ولادیمیر کالاکولتسف جنایت‌های صادر کرده مهاجران در کشور 4% را تشکیل می‌دهد. ما مجبور می‌شویم که به حالت‌های جداگانه واکنش نشان دهیم. آنها طوری رفتار می‌کنند که تمام جامعه را به تشویش می‌آورد، گفت او. قبلا دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف پیشنهاد کرده بود که برای دریافت غیر قانونی پاتنت و اجازه اقامت به مهاجران چاره‌های سخت‌تر جاری کرده شود. بعد از حادثه کروکوس در بیشتر از یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روسیه این را چاره موقتی و پیشگیری از تروریسم می‌داند. حکومت تاجیکستان رفتار مقامات روس را نسبت مهاجران تاجیک
نامناسب نامیده از مردم خواست به ضرورت به روسیه نروند. سالهای آخر آمار خانواده هایی که در نتیجه ماجرا از هم جدا می شوند زیاد رسانه‌ای می شود. اکثرا جفت های جوان بعد از عروسی با بهانه جدا شده گاه‌ها زنان با طفل نوزاد خانه شوهر را ترک می کنند. مقامات می گویند برای کاهشی از همپاشی خانواده ها برنامه های مخصوصی را روی دست دارند. در تاجیکستان هم 15 می همچون روزی اویلا جشن گرفته می شود و با جوانان درباره خانواده های نمونوی صحبت کرده حیات آنها را برای اویله های جوان مثال میارند. در روز اویله همکاران ما نظر مردم را شنیدند که در موردی از همپاشی اویله ها چی نظر دارند. سبب و هر خیلی سبب جدودشان یک خیلیش میگه شوهر میشون عرق یک خیلیش میگه حاضر همه هر بانو خود جدو شدیست که نمیدونم دادر جان اگه چیز شبه همه باید دیگر توری نمیآیند چیز نمیآیند برای همین یا دیگر نفهمی میشود برای همین. البته همش خوشبخته نیت تا فرزند داشته باشه آباد میشوند باید دیگر دوست میشوند هم که نه اگه با مثال زندگی مستحکم شد مثال بچه را پدر مادرش نگاه کنه. حکومت ناحیه مخمبت قزاقستان روز 14 می خبر داد که کمش 146 کسی دیگر از جمله 91 کودک و 3 زن حامله در پی آبخیزی اخیر از دهه تالدیکولی ولایت اتیراو به جای بیخوف برده شدند. منبع گفته که انتقال ساکنان دیگر دهه به جایهای امن ادامه دارد. سطح آب در رودخانه ژاییک که از حدود دهه مذکور می‌گذرد بلند شده است. در همین حال معاون سروزیر قزاقستان کنات بازمبویف روز سه‌شنبه در جلسه حکومتی خبر داد که در نتیجه آبخیزی‌های اخیر در این کشور جمعاً بیش از 119,000 کس به جایهای بیخوف انتقال داده شدند. 44,000 آنها کودک بودند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. با قرار حکومت SSSR 15 می سال 1945 در شهر تباشر استقلال امروزه ولایت سوخت کارخانه استحصال اوران تأسیس شد و برای محرک موشک‌های بالیستیکی شوروی اشیاء خام تیار می‌کرد. محض از همین اوران نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. حالا در حوزه کان اوران سابق و اطرافیان 5 انبار پرتو و کان بازمانده اوران با حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو نهفته است. 15 می سال 1992 سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی تأسیس یافت که آن را نهاد نظامی تحت نظارت روسیه چون تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌داند. چند کشور سابق شوروی ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو آن هستند. سال 2022 در اوج سرکوب اعتراضهای مردمی قزاقستان نیروهای سپاد را دعوت کرد و اولین مورد وارد کردن نیروها به قلمرو کشوری عضو چون تلاش سوء استفاده حکومت خودکامه برای سرکوب نارضایت‌ها انتقاد شد. 15 می سال 1910 شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیمزاده تولد شده است. او 69 سال عمر دید و در این مدت ده‌ها مجموعه اشعار، چندین درام ایجاد کرد و هم با مجموعه سرگذشت‌های ساقی‌اش برای هنر ظرافت‌گویی‌هایش ستایش شد. نسل‌های امروزه ریسپوبلیکای من، شهر دلارای دوشنبه، در لب آب و دیگر شعرهای او را از آهنگ و ترانه‌های معروف خوب می‌شناسند. چون همیشه در این بخش از قربی اسعار خبر می‌دهیم، بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 119 سومانی، 100 یورو به 1176 سومانی و 100 دلار به 1089 سومانی. این قربی رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.